که می‌نویسیم. خب رحمانوف امامعلی شریپوویچ. امروز بعضا هموطنها را میپرسیم که خب کی است اساسگذاری استقلالیت چند میگن، وحدت چند میگن، خب همه چیزها میگن. رحمانوف البته که یک در زمان جنگ شهروندی دیرکتر یک سوخوز بود. من اینجا نمیخوام که کدام دیرکتری سوخوز کلخوز کسی را تحقیر کنم، نه، این یک وظیفه خیلی بزرگ هم است، وظیفه کلان هم است و من نمیخوام حتی یک چوپان 10 مرده هم تحقیر کنم، نه. رحمانوف یک نفر یک دیرکتری سوخوز بود در وقتی شروع شدن جنگ شهروندی. شما نفرایی که سالهاتون کلانتر است البته خوب میدونید که در هر منطقه‌ای که جنگ شروع میشه، در هر منطقه‌ای که جنگ شروع میشد، رئیسای کلخود سوخوزها وظیفه‌شون تأمین کردن عضوقواره جنگاورا بود در همون منطقه و همون وقت تازه فرانت خلقی، یعنی در مقابل میدان شهیدان، فرانت خلقی همون آخر سال 92 ماه سپتامبر اکتبر اون وقت تشکیل شده بود و راهبرش هم میدونید که سنگک سفرов بود. سنگک سفرov وقتی که در همون منطقه قرار دارد، آدم ها میشوند آدم های مکار و میشوند آدم های دانا. مکار از دانا فرق میکنه. دانا میتونه که هم دانا باشه هم مکار، اما مکار نمیشه که هم مکار باشه هم دانا. خب مکار خصلت های خودش داره. شخص های مکار اساسا برای شخصیت خودشون زیادتر کار میبرن. رحمانوف یکی از همون چنین نفرهایی است که واقعا مکار است. در چهرهش هم این چیز است. از دعایم جوانیش اگر که ببینید، حالا بعضی نفرها در این است که در جوانیش فرق میکرد تا این اندازه ظالم نبود و غیره و کذا. در ما یک گپ است، میگن اول من خدمت جا کنم، بعد چی میگن یک کینچ خدمت دارنم خیلی. خب یعنی که بعد شما را سرشته میکنم. وقتی که در اون منطقه سنگک سفرov قرار داشت، رحمانوف یک پدخود خوبی پیدا کرد. سنگک سفرov پدر خواند. برای چی پدرش خواند؟ اگر که نفرهای میدونید، سنگک سفرov زاده دنغره است اصلا خودش. زاده دنغره هست اما در کلوب باوی رستگی است. و به همین گونه که خب دیگر مجبور خپید که خودت پدر من هستی. سنگک سفرov پدر خواند و سفر فهمید که یک نفر جوان خب دستا پیشی بر هر چه که میگم انجام میده، خب از گپم بیرون نمیبره و در چنین فکر نظر بود که خب میاریم رئیس جمهورش میمونیم، سر وظیفه میگذاریمش و هر چه که من خود میخوام دیگر انجام میدم. خب شاید که یک نقشه داشت که به مثل کوبا فیدل کاسترو یک زمانی اومد دیگر نفر رئیس جمهور گذاشت، خودش کاراش که انجام داد، بعد اومد دیگر سر قدرت بعد از چند سال پس. شاید چنین بود سنگک سفرov، یا شاید نه، سالش به جای رسیده بس میخواست که همه وقت این را بگذاره و خودش کنترلش کنه. خب اون را دیگر اون خودش میدونه و خودمان. اصلا اینجا دو نفر دیگر بود. یکی خب اسمشون اگر فراموش نکنم برنامه شیرانی میرزایف بود، دیگریش کامیل عبدالقادرov. دو شخص دیگری بود که باید اون را پیشنهاد شده بود برای همچون رئیس شدن، چون از رحمان نبیف همه خسته شده بود. اون یک اشتباه بود، واقعا او را انتخاب کردن رئیس جمهور یک اشتباه بود و اون دو نفر که پیشنهاد کردن اونها راضی نشدن، چون فهمیدن که زمانه دیگر است و نخواستن که بازیچه دست دیگرها بشن، رد کردن. اینجا دیگر اومد بالای اکسنت شد بالای رحمانوف پدر پدخود کرد و سنگک سفرov هم این را گرفت. فقط بعضا جاها می نویسن که رحمانوف رئیس شهر کلوب و دیگر نه، این فقط به خاطری بود که گفته نشود که دیرکت یک سوخوز یک مرجع است، یک جهش راهبر کشور شد. و همین خاطر آوردنش برای یک چند روز همگی، برای همگی 2 هفته آوردن رئیس کلوب، به نام تعیینش کردن و بعد از اون میدونه که در سوخت در خوجند در اونجا خب اجلاسیه 16 همی که در اونجا گذشت، دیگر همگی میدونستن که رحمانوف حلقه اماده کرده بودن. در اینجا سفرعلی کنجایف نفری بود که امبیسه خیلی بلند داشت و
اون هم یک نظام قدرتی خودش داشت، برای یک چند روز ناپدید گشت، چون نخواستن که اون در اونجا وارد شود در همون اجلاسیه. برآوردن این نفره و راهبری تاجیکستان اعلانش کردن. ما اینجا وقت منصرف نمی‌کنیم در این که رئیس شورای عالی شد یا که خب دیگر پرزیدنت دیگر سا، یعنی از 92 سر قدرت آمد، از 92 سر قدرت آمد و 94 بله یک انتخابات دیگر که در اونجا رقیبش بود عبدالملک عبدالجانов. اما خب میدونید دیگر همه چیز اون وقتی قوه در دست رحمانوف و خوجایی که از طرف داشتن دستگیرش میکردن، دیگر بدون شک غالب آمد. من میخوام که دوره یکمی، مرحله یکم یعنی راهبری رحمانوف در اینجا حرف زدم که در مرحله یکمش چیکار کرد. در مرحله یکم یعنی از 92 تا 99 در بین همین یکم 7 ساله که راهبر بود چی کار انجام داد. یکمین کاری که در اینجا شد، البته این برنامه خودی رحمانوف نبود بلکه برنامه خوجه‌اش بود، بود که رحمانوف از زیر دستی سنگک و فیضعلی بیرون میکردن. سنگک یه نفر سالش کلام بود، زندگی را دیده بود و نفر عقلش هم خیلی بلند بود، خیلی در چیزا عقلش میرسید. اما فیضعلی جوان بود، تیز بود، تند بود، از کنترل بیرون بود. با سنگک سفرش میشید که خواجه هایی که رحمانوف داشت یک گفت و شنیده بکنن با یک مقصد دیگر، اما با فیضعلی نمیشید. فیضعلی جوان بود، غرور داشت، تیز بود، تند بود، بی‌رحم بود. خب دیگر به همین خاطر از این دو نفر یک طرف کردن و رحمانوف گرفتن زیر دستی خودشان. اون وقت روسیه خودش مشکلات‌های خیلی زیاد داشت، خیلی مشکلاتش زیاد داشت. نه تنها اسیر، وقتی اسیر از بین رفت احتمال داشت که روسیه هم پراکنده شود، تاتارستان جدا شود، خب دیگر قفقاز جدا بشود، حتی سیبیر جدا بشود. یعنی چنین بود. روسیه مشکلی خب دیگر همون چیزهای خودش بود، برنامه‌های خودش بود، نگاه داشتن خودش، چون حتی داخل کرمل نفرهای زیادی بود که برای دیگر ابرقدرت‌ها کار میکردن. و اینجا بگیم که کوراتور تاجیکستان انتخاب کردن ازبکستان با تمام ارتشی که برای افغانستان می‌جنگید. بریگادی که در اونجا قرار داشت با راهبری کوچکوف، یعنی همه اونجا گذاشته شد. و چیکار کردن؟ آوردن وقتی از زیر دست سنگک رحمانوف کشید ازبکستان، آورد یکم وزیر مدافع گذاشت ششلیانوف. ببینید که وزیر مدافع ما یک کشوری که صاحب استقلالیم از همسایه کشورمون است. امروز فکر کنید که در قرقیزستان امنیت خوب نیست و قرقیزستان میاد از مینبران ما، مثال بگم از ارتش ما یک جنرال هم میبره برای خود انتخاب میکنه که وزیر مدافع. ببینید یعنی میدونید که چی است. تاجیکستان همین گونه بود. در سال 1993 مینیستر ابران تاجیکستان از ارتش ازبکستان بود، ششلیانکوف، و جانشینش بود اونم از ازبکستان بود. چی بود فهمیدش؟ فهمیدش فراموش کردم، مگر نفرایی که میدونید در اینجا بنویسید. فراموش کردم فهمیدش. خب یعنی جانشین ششلیانکوف هم از همونجا بود، از ازبکستان، و اونم روس بود و این همون بریگادی بود که دیگر واقعا بریگادی خیلی چی داشت، خیلی پرقوت بود، چون در افغانستان جنگیده بود، مهارت جنگی داشت، اما برای روسیه لازم نبود. بعد تمام تیر توپ و یراق اسلحه نفرهاش به ازبکستان هدیه شد، همه اون نفرها. و دیگر میدونن که نفرهای چنین تجربه دارن در همسایه کشور، چنین جنگ به ترتیبی ها، میدونن که خب میشه اینها را استفاده بود و استفاده بردن. خب نه محمود خدایبردیف نه. خب خب عجیب نامش برای چی فراموش کردم. یعنی جانشین ششلیانکوف بود. انا در اینجا چی شد؟ وقتی که رحمانوف از زیر دستش کشیدن، ارتش براش ساختن همه را، وظیفه دیگری رحمانوف این خودش در میدان سیاسی پرقوت کردن بود و باید که از زیر سایه کمونیسم میبرمد و اولین کاری میکرد که نفرهایی که همچون سیاستمدار، حتی نفرهایی که اشتباه کردن،
همون نفرهایی که اشتباه کرده بودن باید که از همون نفرها باید که رحمونوف آزاد میشد و مثل کیا، مثال قهار محکموف و مثل اصلانوف کشته شد و مثل رحمان نبیف کشته شد. عبدالملک عبدالله جانوف خب روانش کردن به شهر روسیه، سفارت روسیه در شدن، یعنی دورتر از اینو از هر کسی که میخوان دوری بجان یک سفارت را میتن بیرونش میکنن از داخل کشور. و اکبرشاه اسکندرов هم همین خیال ترکمنستان روان کردن. نفرهایی که پرزیدنتی کردن در دوام استقلالیت تاجیکستان چندین نفرهایی که نفوذ داشتن، نفرهای سیاسی منظورم، اینها را در دوام همین 7 ساله اول رحمونوف بیرون کرد از سر قدرت. اینا را همه را بیرون کرد از سر قدرت. و نفر دیگری که در اینجا نفوذ داشت، قدرت داشت، سفرعلی کنجایف بود و اون را در سال 1999 به قتل رساندند. من در این معلومات عمیق دارم که سفرعلی کنجایف باید دکبر 1998 به قتل میرساندند، به معلوماتی که رسیده بود. اما چی گفته شنیده بود به هم اومدن. خب یک کمی آرام شد، چون هر وقت رحمانوف خب در عهدش نمیسته. در مارس 1999 سفرعلی کنجایف هم به قتل رساندند. یعنی ببینید وظیفه اساسی رحمانوف این بود که نفرهای سیاسی که در سالهای 90 نفوذ داشتن، مردم میشناخت اونها را، راهبری کردن در تاجیکستان، باید اینها را از میدان سیاسی بیرون میکرد و این کار را کرد در سال اول. و وظیفه دیگری که رحمانوف پیش خود مونده بود این یعنی که از زیر حزب کمونیستی بیرون رفتن، چون دیگر میدونست که کمونیست‌ها موقع خودشون دیگر روز تا روز دارن از دست میتن، یعنی که به قدرت میگردن. در اینجا با عبدالمجید دوستیف کشاد حزب نو، حزب خلقی تاجیکستان، سال 1994 این حزب کشاد و سال 1998 دوستیف روان کرد. خب برات دیگر اونم سفارت روان کرد برات دنبال دیگر جا و حزب خودش گرفت، راهبر حزب شد، نامش عوض کرد، نامش گذاشت حزبی که امروز دارن، حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، نامش عوض کرد و از زیر کمونیستی برآمد. همه نفرهایی که براش لازم بود از حزب کمونیستی کشید به اینجا آورد. حزب کمونیستا هم گفت با شما هستیم و بالاخره میدونیم که حزب کمونیستا عاقبتشون خب چی شد. در سال 1997 بعد خیلی وقتی که ما از جنگ ها بیزار شدیم، خب یا صلح گفتیم دیگر چیزا، مردم این چیزا میخواست، چندین بارها شد، اما ما نتونستیم که صلح بکنیم تا اون زمانی که هر دو طرفی که می جنگیدن خوجه هاشو نخواستن. تا اون زمانی که صلح طرفین میخواست، اما نه این صلحی را که خوجه ها مجبور کردن، نه این صلح. در سال 1997 بالاخره وقتی که از کی خوجه ها یعنی که زیادتر مجبور ساختن این طرف را، از آخرهای 1994 بگیر 1995، یعنی که با این فکر اومدن که صلح در تاجیکستان باید حتمی بشه، دیگر بس است. روسیه هم یک کمی خودش گرفت، جا به جا کرد، دیگر با این اومد. سبب در چی بود؟ سبب در این بود که طالبان پیدا شد و فهمیدن که پشت طالبان ابر قدرت دیگر میسته و برنامه‌های بزرگی دارن. در اینجا به هم اومدن، یعنی احمدشاه مسعودی که یک زمان ضد روسیه هم می‌جنگید، بالاخره اومد چشی طرف با روسیه عهد کرد، دوستی پیدا کرد و در تاجیکستان جاش دادن و خودی بنده شاید است. من این چیزا را با چشم دیدگی رفتگی شرکت کردگی هستم. اومدن براشون فرودگاه دادن، براشون مهمان خانه دادن، براشون جای خواب و دیگر چیزا را حتی براشون هسپتال دادن، چیزا را بیمارخانه، چیزا را براشون آماده کردن. یراق، اسلحه، مبلغ، همه چیز از طرف روسیه یاردم میشید برای احمدشاه مسعود. در اینجا بالاخره با یک چیزی اومدن که طالبان قدرت گرفتن، اکثریت منطقه افغانستان از زیر دست گرفتن و یک خطر بزرگ بود. از دیگر به خلاصه اومدن که زمان صلح هست، باید که در تاجیکستان جنگ همه این چیزا بس بشود. شاید ترس از این داشته که اپوزیسیون تاجیکستان پیوست میشن با طالبان، از زیر احمدشاه مسعود ربانی اینها بیرون میشن، شاید چنین بود فکر شد. خلاص در اینجا هر دو طرفی زورا را آوردن. این زورهایی که این روزا میگن که نه ما زورتر بودیم، دیگراش میگن ما زورتر بودیم، نه، این زورها را از گوشاشون آوردن شنوندن، گفتن که امروز وقتی صلحتون رسید.
اینا گفتن که نه ما صلح نمیکنیم. رحمانوف هم گفت که ما صلح نمیکنیم، یعنی این گونه صلح میگن قبول نداریم. اون طرف دیگرش هم گفت که نه این گونه صلح ما قبول نداریم. گفتن دیگه شما کسی یه جا نمیپرسه، شما صلح میکنید یعنی شما یه راه نداریم. مجبورشون کردن. حتی شبی که در مسکو بودن، در اونجا که امضای صلح گذاشتن، همون شب مناقشه شد، همون شب هم میخواستن، اما گفتن شما علاج ندارید. یعنی اینجا ایران، افغانستان، اپوزیسیون تاجیکستان هم مجبور کرد. شما میتونید این سخنان را حتی از نفرهایی که در اون طرف بودن قرار داشتن، منظورم یه چاپلوسایی که امروز زیر حکومت رحمان یا نه نفرهای دیگر هم هستند که در این موضوع سخن کردگی هستند. و از طرف دیگر هم میبینید نواره ها هست، گفته ها هست، میشنوید. و اینها را واقعا مجبور کردن، گفتن که دیگر کسی از شما نمیپرسد، خوب جنگیدین کفایت است، صلح کنید. حتی رحمان فهم داد فیغان زد که من با این تروریستا جنگ نمیکنم، دستشون خونولان. رحمان فهمی گپ گفتن دیگر گپ زیادی نزد، دستای ختم برابر دست همونا خونولو است، امضا را بگذارید. هر دینا امضا را گذاروندن. یک چند تونه آش دیگر رفتن برای اینجا آشخوری بکنین و برین دنبال زندگیتون. خب یعنی این گونه ما آمدیم صلح کردیم. امروز اساسگذار صلح بعد یا همشون افسانه، این صلح ما اگر اساسگذار میگن، اساسگذارش ایران است، روسیه است، این اساسگذارا. ازبکستان هم نیست. ازبکستان علاقه او وقت بگیم رحمانوف آخ کرده بود. رحمانوف یه وقت کریموف پدر میخوان، اما وقتی آهسته آهسته قدرت گرفت دیگر از زیر دست ازبکستان برآمد، مستقیما خودش با کرمل تماس میگیره. یک کار برای اسلام کریموف خوش نامد. بعد میدونه که اینجا بازی های کریموف شروع شد، بعد طریق خدای بردی و دیگر بازی های چیز شد. این چیزا رو میدونم. خب و در تمام یعنی ما صلح کردیم، همین از صلحی ما مجبور کردن که صلح کنیم. بازی من دارن جنگیدیم و باز وقتی خواستن صلح کردیم. تمام.